بسم الله الرحمن الرحیم. آموزش ضرب 8. بچه های گلم، این یک دسته 8تاییه که میشه 8 تا و برای نشون دادنش روی محور کافیه یک پرش 8 تایی به سمت جلو داشته باشیم. حالا عبارت ضربش رو به این صورت یادداشت میکنیم. 1 میشه تعداد دسته و 8 میشه شکل‌های داخل دسته. یک دسته 8 تایی میشود 8 تا. حالا 2 تا دسته 8 تایی داریم. با هم بشماریم. 8 16. از الگوی شمارش 8 تا 8 تا 2 تا میشماریم و میریم جلو، میرسیم به عدد 16. پس 2 دسته 8 تایی میشود 16 تا. حالا روی محور به این صورت نشونش میدیم. 2 دسته 8 تایی یعنی 2 تا پرش 8 تایی به سمت جلو. چه عددی رو نشون میده؟ 16. آفرین. 2 8 تا 16 تا. 2 دسته 8 تایی می شود 16. حالا 3 دسته 8 تایی می بینیم. با هم با شمارش 8 تا 8 تا بریم جلو ببینیم چند تا شکل داریم. 8 16 24. 3 دسته 8 تایی می شود 24 تا. حالا روی محور با 3 تا پرش 8 تایی به این صورت نشونش میدیم. رسیدیم به چه عددی؟ 24. آفرین. خوب. 3 8 تا 24 تا. 3 دسته 8 تایی می شود 24. این بار 4 تا دسته 8 تایی داریم که میخوایم با استفاده از الگوی شمارش 8 تا 8 تا ببینیم تعداد شکلامون چند تاست. با هم بشماریم. 8 16 24 32. پس 4 دسته 8 تایی میشود 32 تا. حالا بریم سراغ محور که باید 4 تا پرش 8 تایی داشته باشیم. یک پرش 8 تایی، 2 تا، 3 تا و 4 تا. رسیدیم به عدد 32. عبارتش رو چطور یادداشت کنم؟ آفرین. 4 8 تا 32 تا. 4 دسته 8 تایی می شود 32. حالا 5 دسته 8 تایی داریم. خوب، 5 دسته 8 تایی میشه چند تا؟ 5 دسته 8 تایی یعنی 4 تا دسته 8 تایی به اضافه یه دسته 8 تایی دیگه. خب 4 تا دسته 8 تایی رو پیدا کردیم، جوابش رو شده بود 32. حالا کافیه به اضافه 8 بشه. میشه چند تا؟ آفرین، 40 تا. 5 دسته 8 تایی می شود 40 تا. حالا برای اینکه تمرین بیشتری داشته باشیم از الگوی شمارش 8 تا 8 تا هم شروع به شمردن می کنیم. 8 16 24 32 و 40. خب بریم سراغ محور و این بار باید 5 تا پرش 8 تایی به سمت جلو داشته باشیم. این هم 5 تا پرش 8 تایی. رسیدیم به عدد 40. عبارت ضربش رو همون جور که به صورت فارسی میخونم از چپ به راست به صورت ریاضی یادداشت میکنم. 5 دسته 8 تایی میشود 40 تا. 5 8 تا
40 تا. حالا بریم سراغ 6 دسته 8 تایی. با استفاده از الگوی شمارش 8 تا 8 تا شروع میکنیم به شمردن. 8 16 24 32 40 48. 6 دسته 8 تایی می شود 48 تا. حالا روی محور با 6 پرش 8 تایی نشونش میدیم. این هم 6 پرش 8 تایی. رسیدیم به عدد 48. حالا عبارت ضربش رو یادداشت میکنم. 6 دسته 8 تایی می شود 48 تا. 6 8 48 تا. این بار 7 دسته 8 تایی می بینیم و با استفاده از الگوی شمارش 8 تایی تعداد شکل ها رو به دست میاریم. 8 16 24 32 40 48 56. 7 دسته 8 تایی می شود 56 تا. و حالا روی محور نشونش میدیم. 7 دسته 8 تایی یعنی 7 پرش 8 تایی. رسیدیم به عدد 56. حالا عبارت ضربش رو یادداشت میکنیم. 7 دسته 8 تایی می شود 56. 7 8 تا 56 تا. و این بار 8 دسته 8 تایی می بینیم. با استفاده از الگوی شمارش شروع می کنیم به شمردن. 8 16 24 32 40 48 56 64. 8 دسته 8 تایی می شود 64 تا. و حالا 8 پرش 8 تایی رو روی محور به این صورت به سمت جلو نشون میدیم. رسیدیم به عدد 64. حالا عبارت ضربش رو به این صورت یادداشت میکنیم. 8 8 تا 64 تا. حالا 9 دسته 8 تایی داریم. با هم بشماریم. 8 16 24 32 40 48 56 64 72. 9 دسته 8 تایی می شود 72 تا. این هم محورش که باید 9 تا پرش 8 تایی رو روش نشون بدیم. این هم 9 پرش 8 تایی. 9 8 تا 72 تا. 9 دسته 8 تایی می شود 72. و این هم 10 دسته 8 تایی. بچه های گلم 9 دسته 8 تایی رو که به دست آورده بودیم شده بود 72. حالا کافیه 8 تا بهش اضافه کنیم. میشه چند تا؟ آفرین 80 تا. 10 دسته 8 تایی می شود 80 تا. حالا برای تمرین بیشتر از الگوی شمارش 8 تا 8 تا هم جلو میریم. با هم بشماریم. 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80. و حالا با 10 پرش 8 تایی به سمت جلو روی محور به این صورت نشونش میدیم. این هم 10 تا پرش 8 تایی که رسیدیم به عدد 80. 10 8 تا 80 تا. بچه های نازنینم حالا میتونید
فعالیت‌های کتاب ضرب آسان رو تا صفحه 68 انجام بدید. خب حالا شعر ضرب 8 رو با صدای دختر گلم هدیه خانوم با هم گوش میکنیم. ضرب 8 1 8 هم که 8 ماشین بابا تو رشته 2 8 16 تا گل رو هر شاخش یه بلبل 3 8 24 هر کاری داره چاره 4 8 حرف فارسی 32 تاست نترسی 5 تا شد 40 شد 40 ماه دید 6 8 تا 48 تفریح بریم کوه و دشت 7 8 تا 56 گردو بخور با کشمش 8 8 تا 64 این که سوال نداره 9 8 تا 72 تاست کربلا در یاد توست 10 8 تا میشه 80 حالا شدی تو استاد. آفرین به شما دانش آموز عزیزم که با دقت آموزش رو پیگیری میکنید. امیدوارم همیشه سلامت باشید. یوسف خواه.